بازار. ببخشید من یه خورده زودتر رسیدم از همسرم. زودتر خوب هستی؟ خیلی خوشم میاد. راحت هستی؟ بله خوب بود. در واقع این مقدار ترافیک بود، هوا بارونیه. ببخشید من با بفرمایید. بفرمایید. به اصرار ایشون امروز موقت گرفتیم اومدیم. ولی 2 سال با هم تو رابطه اینا. من عاشق ایشون. البته نمیدونم عشق از نظر ایشون چقدر. عشق یعنی تو بنویسی چشات مانند شرق کفت‌زدن و آدمو میگیره. خب با همین حرف سرم کنه بزن. حرف نیست، حقیقت اینا از قلبم داره. اصلا نمی‌تونم. باشه عزیزم چند دقیقه اینجا باشم. خب چی شده که امروز پیش ما هستیم؟ ما افتخار آشنایی با شما داریم. ما راستش 2 سال با هم هستیم آقای دکتر و دیگه می‌خوایم رابطه‌مون جدی کنیم و بریم سر خونه زندگیمون. من عاشق عشقم. خب مسئله چیه؟ مسئله نیستش که فقط اومدیم ایشون خب از نظر تو که هیچ مسئله نیست. اگر اجازه بدی من بگم. من یک بار یک ازدواج ناموفق داشتم و از محمد بزرگترم چند سال که 7 سالی با محمد تلفستانی بودم. 7-8 سالی باشون توی فشار آشنا شدم. 7-8 سال یعنی؟ من بزرگترم. مشهور دنیز. ولی عشق که اصلا سن و سال نداره. من عادت داشتم که پیاده روی می‌کردم. ایشون رو اونجا دیدم. خب به من علاقه‌مند شد. شاید من توی شرایطی بودم که رنج در من زیاد بود و انگار جذب یک نفر برام خوشایند بود. خب می‌بینید که ماشاءالله زبون شیرین و متوجه اومد و رفت من بوده. مثل اینکه تو زمانهایی که من میرفتم همون روزا تو همون ساعت هم ایشون اونجا بوده. وقتی یادآوری کرد که 2 هفته پیشم من دیده و انگار منتظر بوده که من رو اون هفته ملاقات کنه برام شیرین بود. خب 1-2 هفته با هم قرار گذاشتیم، پیاده روی کردیم و با هم شیرین زبونی. گرچه که من خیلی حساس بودم نسبت به اینکه یک نفر از من کوچیک‌تر بشه، ولی خب خیلی بچه منطقه‌ای دیدمش و احساس کردم که ببخشید منو بچه خطاب نکن. بله همین حساسیت، همین که به نظرم رفتارش اون چیزی نیست که دلش میخواد ازش درمیاد. محمد خیلی احساساتی، خیلی تو رویاست، خیلی تو ابراست، ولی به نظر من زندگی یک مقدار جدیت هم لازم داره. همش رفتارهای عاشقانه، ابراز احساسات، همش لمس، همش نگاه، همش نمیدونم، حس میکنم همش بازیه. حسم خوب نیست، حالم خوب نیست باش. خب چند روزی که ازش خواستم که از من فاصله بگیره، اما اصلا نمیتونم. اصلا نبودش انگار نبود اکسیژنه در من. اصلا این نگاهش، این اندامش، این چهرهشون اصلا من نمیتونم. اصلا نه به خدا راست میگم. اصلا از من که دقیق میکنه خیلی اصابم میشه. همین بلدربازیاش که غلط کرد. حالا این سه حرفا دیگه هم میزنم اینجا جاش نیست بهتون بگم، ولی از همین حرکات و از این الفاظش خیلی خوشم میاد.
میدونی چون من یکم مثلا گوگلی مگولی هم همسر تو خیلی گوگلی مگولی عزیزم. اون فاکتورهای نداری که میخوام در وجود بابا دارم چی میخوایی؟ من هر چیزی دارم، خونه دارم، ماشین دارم، کار دارم، شغل دارم. یکیش اینه. خب و من اصلا بلش کن حافظ. باشه شما بفرمایید. بلش خواهش می‌کنم. یه کاری بکن. دوست دارید که تو این جلسه چه اتفاقی براتون بیفته؟ یعنی آخرین جلسه که با هم هستیم اگه چه اتفاقی بیفته حس خوبی دارید فکر کنید جلسه براتون کار کرده و براتون مفید. دوست دارم با هم دیگه بریم سر زندگی و خوشبخت بشیم. این دوست دارم. اصلا خونه یعنی چی؟ خونه یعنی کجا؟ من نمیفهمم. مثلا خونه یه چیز رویاییه، یه خونه که ما بریم توش هیچ قایمه نداریم. بریم دفتر خونه دیگه رسمیش بکنیم. چطور همه چیز برای محمد داستان، ولی برای من انگار خیلی جدی‌تر از اون چیزی که در تصوراتش. خیلی رویایی به همه چیز نگاه میکنه. پدر مادرش مداخله کردن، اموالش و هر چیزی که میتونه بیاره برای یک زندگی زیر دست پدر مادرشه. من نمیفهمم اصلا محمد اصلا کی قراره اون محمد باشه که من میخوام. پدر مادرش مخالفن به خاطر اینکه سن ما، یعنی من 8 سال ازش بزرگترم، اهمیت و اعتباری به مخالفت پدر مادرش نمیده. ولی خب محمد سرخط نیست، آماده این زندگی نیست. رو اموال من حساب باز کردی میخوای بری خونه زندگی. من خودم مال دارم. خب میخوای اینجا بریم خونه؟ آقا بریم عقد کنیم بعدا تو اموال تو بری اصرار کنی بگیری. خب من اصلا حاضر نیستم وارد یه همچین رابطه ناقصی بشم. من خودم مستقلم آقای دکتر، من خودم از خودم خونه دارم. خب من نمیدونم چرا. خونه ای که دیدش دست پدرشه. نه خودم هم خونه مستقل دارم. دیدی که چند بود؟ با هم دیگه رفتیم که من خونه اصلا به نام خودمه. و اینکه خود من مستقلم، خودم کار دارم، شغل دارم و خود من یک فرد مستقلی هستم برای ازدواج. نه خدا خدا. بابا این چسبه، یعنی رفتارش چسبه. حالم هم زد. چرا خب تو این 1 سال خودی که با هم دیگه بودیم همیشه آدم همه خورده، همیشه فکر می‌کردم شاید یه خورده اون برانگیختگیات کمتر شه، شاید یه خورده توی کنترل کنی. تو بدترین حالت، من دارم سقوط میکنم. این حرف من میگیرم دست بده. من نمیخوام تو بگیری. اصلا همه مشکلم اینجاست. من که خودم کار ندارم. من میدونم تو هم مستقلی. چرا این سرتون تکونه؟ دوست دارید چیکار کنید؟ حرف بزن. دوست دارم پوشی لهش کنم. چرا این سرتون؟ آب برات بیارم؟ نه. نه. خب من این سوالی ازتون کردم، منتظرم که سوال من رو جواب بدید. نه هر دوتون می‌خواین هر کدوم دوست دارید اول دوباره سوالم رو بپرسم. دوست دارید آخر این جلسه چه اتفاقی بیفته که حس می‌کنید این جلسه براتون کار کرده؟ دوست دارم من استفادهش کنم به هر شکلی که فکر می‌کنید شما میتونید آتش رو هم برگردید. یعنی در واقع منظور اینه که تو همین یه جلسه که با هم دیگه هستیم، من نمی‌دونم تو هزار جلسه. ولی من دوست دارم به آرامش برسم. خب برای این جلسه چی فکر کنید چه اتفاقی بیفته؟ چسبشو کم کن. یه کاری کنیم که آخر جلسه محمد ازت یه مقدار کمی فاصله بگیره. اصلا به من فضا بده، فضای نفس کشیدن. من اصلا هیچ ابراز محمد کلا شخصیتش اینجوریه، دوست داره خیلی نزدیک باشه، خیلی ارتباط داشته باشه، خیلی لمس بکنه. خب آره بعد از توقع دارین آخر این جلسه محمد یه دفعه کل این صفاتایی که داشته و سالهای زندگی کرده نه محمد منتظر باشه ببینه من اصلا دوست دارم. ببینید اصلا بذاره من یه خورده بخوام یه چیزی رو. من خسته شدم، احساس میکنم فضا ندارم برای نفس کشیدن. خب اصلا برای خواستن. یعنی آخر این جلسه این اتفاق بیفته که یه مقدار فاصله‌تون با هم بیشتر بشه، ببخشید شما من یه راضی تماس هستید؟ گرفتن از با گوشه من خواهش می‌کنم. نه ببینید اصلا مرز قائل نیست.
همش تو مرز من. هیچ چیز اصلا نگاه من نیست، اصلا نگاه خودم رو گم کردم. من این وجود نداره دیگه. حالا شاید خیلی آرزو داشته باشن یک کسی اینجوری رو داشته باشن و دوستشون داشته باشه، نمیدونم ریخت و پاش کنه، ابراز علاقه کنه، ولی من احساس میکنم به مرزها تجاوز شده. اینو متوجه نیست. فکر میکنه حالا که ناراحتم یه گلی میاره، بعد یه شام خوشمزه توی رستوران خوب، بعد یه شب رویایی برای من میسازه، همه چیز تموم میشه. همه نیازهای من نیست. درسته. محمد نظر تو چیه؟ من نظرم اینه که تو نیازها چیه؟ خلاقات چیه؟ من رو برات پر میکنم. مرد شد. من مردم. چجوری مردی؟ چه مردی دوست داری؟ خیلی با تو فاصله داره لامصب. چرا توی چند سال به من نگفتی؟ چند سال؟ نکن از اون مردای دیوونه سیدو ای؟ رو دوست داری؟ از خود مرد؟ مردای سیدو گونده و مردای من با هر مردی که تو فکر کنی دوست دارم. اصلا به غیر از من؟ آره حتی به غیر از تو. چرا؟ محض اعرام. مگه من از چی تو این زندگی کم گذاشتم؟ چی گذاشتی؟ همه یعنی یک چسب اوبوی بزرگ، یه قوطی چسب. خیلی نمک نشناس شدی به خدا. آره دقیقاً. بشکن این دست حس نمک کردی؟ نداره. حس کردی نمک؟ حالا که چقدر خوبه؟ حالا که داره به جای باریک میرسه داری روی عقده خودتون رو ولی میدونی. من جای کلوفتش نمیدونم کجا که این جای باریکشه. از اول همین بود. اینم نقشه ها. یعنی داره نقشه ها. نقشه که ها. دیگه از این در بری بیرون دوباره چسبنده است. یعنی اینقدر خوشم اومد الان این جست مردونه به خودش که یه ذره خشن، یه ذره جدی. من خیلی خشنم. من برای تو فقط اینطوریم. ولی دیدم برای دختر خالدم. هر کی می‌بینید مثل آب رحمان زیر دست اینقدر پارانویدی نباش. این افکار این از کجا پارانویدی گرفتی؟ پارانوید؟ باشه دیدم میگفتی دکتر روانشناس صحبت به من اصلا پارانوید یکیم؟ نمیدونم ما بدبینا شکاکا چرا اینطوری هستی تو؟ آقای دکتر من از افکارش خیلی بدم میاد. همش شک میکنه، بدبینه. اصلا نمیدونم چجوری بد باش کنار میاد. گوشیمو میگیره، چک میکنه این کیه اون کیه. فکر کنم تو اصلا مشکل داری. من مشکل. تمامش کنم. میخواستم زندگی رو میخواد چیکار؟ جواب آقای دکتر بده. هدفت از این جلسه‌ای که به زور من از سر کارم دیگه هدفم یه چیز دیگه شد. بگو. اون هدفی که میخواستم نمیشه دیگه. الان هدف چیه محمد؟ فکر کنید آخری دست چه؟ کامپیوتر تو راضی میشی؟ دست فکر میشه. فکر کنم خب چندین جلسه دیگه ما باید با هم دیگه داشته باشیم با این بچه جلسه. نمیتونی فکر کنی که با این جلسه چرا حل میتونم؟ شه. نوسان. نوسان نیست. ام. این تو داری میگی. اینا افکار پریشان ذهن تو توه. داری. در مورد مصنف چرا نمی‌خندن؟ آقای دکتر چرا؟ میشه بگین یه لیوان آب بیارم که اعصابش کسی خیلی میگه مثل خوبه. غیر نماستا. اعصابش خیلی خوبه. این چندمه؟ آقا عزیزم یادت رفت نزدیک نیست. همین رفتی 4 تا روانشناسی زرد خوندی، اختلال کیفسی داری، پارانوید داری، اسکیزوفرنی داری، توهم میزنی، هزیان میگی. همش همینه. خب من الان دیگه نمیخواستم اینجا بازی کنم ولی همش اخلاقش همینه. خب تو اینا رو به من میگی. نه الان میبینید داره خودش الان چی میگن نشون میده. میبینی چه جوری من داره مثل آتش میکنه؟ داره مثل آتش فشان من فوران میکنه. این ذات واقعیش اینه. این خب باشه عزیزم من میرم. خداحافظ. خدا خدا. حافظ.